یکی از مکانهای زیارتی و تفریحی شهرستان سیروان امامزاده عباس علیه السلام است که در روستای عباس آباد و در کنار رودخانه سیروان مشرف به روستای چگنی واقع شده. این امامزاده از نوادگان امام چهارم شیعیان حضرت امام زین العابدین علیه السلام می باشد. در کنار این بقعه قبرستانی با قدمت چند صد سال وجود دارد که روایتگر عبور کاروان زندگی در دوره‌های مختلف است. تنگی سازبون در شمال روستای برگنج از توابع شهرستان سیروان قرار دارد. واژه سازبون یک واژه کردی است. سازبون تشکیل شده از دو بخش ساز و بن است. واژه ساز محلی است شبیه سرنا که به شکل قیف است و واژه بن به معنای انتها و ته است. تنگه را بدان جهت سازبن میگویند که از بالادست تا انتهای آن در جهت مسیر جریان آب رو به شکل ساز یا همان قیف است. یعنی هرچه از انتهای تنگه در مسیر جریان حرکت کنید